قراره 24 ساعت در پشت بام زندگی کنیم با مرساد. این قیافه خیلی خوب. میبینی اون برج قابوس، حالا نمیدونم تو دوربین بگی اینو نیفته، برج قابوس میدونم میفته یا نه. خیلی خوب بریم که ویدیو رو شروع. همه ساختمان بسته. برج قابوس نگاه کنین میفته یا نه نمیدونم. تو گنبد کابوسیم ما. این هم وسایلامونه، از قبل آماده کردیم. خیلی خوب بریم دیگه. چی گرفتیم؟ تخمه ناهار، من برای ناهار تدارک گیریم، یه فقیرانی سیر کنیم و تنقلات چیپس. دوستان این تدارک اتفاق نگو بخور. خب بچه ها بگو چند سالته؟ من 16. کلاس چندمی؟ دهم. بدبختم کلاس یاد. چه رشته‌ای؟ من تجربه دارم آقا. درساش چطوره؟ هر چه که خدا خوبه. انگلیسانه؟ همه باشخاله رو همه رو برد. حالا همین که ما ویدیو رو رکورد کردیم ما باد قد شد دیگه. بریزی میشم تو کوچه. آره بریزی میشم تو کوچه. از اون ور بلند کن شما. رکورد زدی؟ آره. اینو بگی، از اونجا بگی، این بری کن، اینو بده. بلند کن. اونو بلند کن، برو اینجا. من کجا میرم واسه؟ آموزه برو. آموزه اون سر ول کن پایین، اون سر ول کن. حالا بتکن. اون یارو چیه؟ بیاین بعد. بگی ساکت. روی یه نفر. چطور گذاشتی؟ وایسا ببینم. ندیدم. هسته؟ نه. تمام روشنه. آره. سه تا زن ریخت. اوجی ریختیم 3 تا زن ها. ناهار بزنیم نهارو. چی بزنیم حالا؟ جوج بزنیم؟ بگی پایتم بزنیم. بابا این آتیش روشن نمیشه، اونم مفخوره. نگاه کن گوشه داره تخمه میخوره. یعنی آدم یه رفیق اینجوری داشته باشه دیگه بدبخت‌ترین آدم جهانه. چی میگی آموزه؟ چی میگی؟ بده من تخمه داره میخوره. بده من. تو روشن کردی؟ آره. من برم سیخ بزنم، از اینکه کاری بر نمیاد مگه اینکه یه بادی بزن. نگاه کن خاموشا رو بذار بالا. یه دقیقه شما برو کارت نباشه دیگه. ما بریم سیخ بزنیم. آها اینا رو نگاه کن، اینا رو با هم بزنیم. ما از قبل یه زعفرون و یه پیاز زدیم، یه چیزی دیگه نمیخواد. یکم زعفرونش کم شده، آقا اشکال نداره. خسته نباشی. سلامت. بریم سراغ پخت کبابا. اینم از حاج محسن ماه. آیا آهنگ بذار اوستا چلو کبابی ادیتور بذار. اوستا چلو. نه ادیتور. ادیتور. آهنگ اون یارو خانه تو خرابش نکن. خیلی خوب. حالا این پختنش تو چی؟ ما بریم که الان پخت برای خوردنش. شما رخ کار نگاه کن. اینجا رو ببین. یه باد بزنیم. اینجا نرم باد بزنیم، نه خاکستر هیچی نیفته. رخ کار نگاه کن. اوف. دلت نخور. بریم برای
آقا معلوم است قطعا قطع کنی ور کن نیا آموزش خوردن شما نون بربری میخوری یا نون سبزواری؟ سبزواری بده ما نون بربری میخوریم چیش؟ من تو رژیمم واسه همین باید ببندن تو یا بقول همون محلی های ما گرجه باید همیشه تو سر کباب باشه اصلا نباشه حال بدون نمیده گوجه بدون کباب خودت هم بعدا میکنیم نمک به شدت انگار فراوانی شما بلد نیستید کباب بخورید یه سری آموزش کباب خوردن یاد بدیم یه جا آموزش بزنیم چنل آموزش چنل آموزش همین ماندیم بس بدمزه خداوندی و خوشمزه غذا رو قد ویدیو رو قد میکنیم ما غذامون رو بخوریم این ما رو سرویس کردن اینم میخواد آموزش آقا آب نارنج با جوس فقط باید بزنی اونو گوش میزن چی؟ آب نارنج یک مزه میگیره یعنی آقا مزه 20 میگیره 20 یه ذره بزن نه خدایی یه ذره بزن حال میده نه دست من برای تو رفتم پایین کندم آورده میخور ای بیا بگو جور رفیقت بکش بزن آب یعنی از قدیم گفتن غذا مثل تیره آره خدایی باید چی؟ خوابی تخت برو که گم شکمون بر برو گم شو تو ما چرتی رو ما داشتیم امتحان میدادیم میدید پدرمونم ما که درس